هم حتما اضافه کنید. گوشت ماهیچه گوسفند باشد طعم قابلیتان 100 چند میشه. 10 دقیقه گوشت و پیاز با هم خوب سرخ میکنیم. سرخ که شد آب جوش اضافه کنید و نمک. من در دیگ بخار جور کردم، شما میتونید در دیگ معمولی بگذارید که کامل گوشت پخته شود. پخته که شد من از دیگ بخار به دیگ معمولی دوباره برگرداندم. زردک هم اضافه میکنیم. زردک میگذاریم کمی نرم شود. نرم که شد کشمشا رو اضافه میکنیم. بعد از اون برنج خدا که 3 ساعت قبل تر کرده بودم اضافه کردم. روش خوب صاف کنید که مقدار آب راحت بفهمید. دقیقاً از 1 بند انگشت کمتر آب جوش بریزید و نمک. ما ادویه مخصوص قابل پلوم اضافه کردم که خودم جور کردیم. در چینل یوتیوبم طرز تهیهش هست اگر خواسته باشید. آب برنج که کشیده شد به دم میگذاری به مدت 40 دقیقه تیار است. قابل پلو حتما همراه دست بخورید. او وقت مزهش میفهمید.